16 ایولی سال روان در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینای شهر دوشنبه با اشتراک رئیس ناحیه محترم امید گورزاده نشست مطبوعاتی اوید به جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه در 6 ماه اول سال 2026 برگزار گردید. در نشست معاون یکم و معاونان رئیس ناحیه، راهبر دستگاه، مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، راهبران ساختارهای معارف، تندرستی، مقامات حفظ حقوق، مؤسسه‌ها و دیگر اداره‌های دخلدار اشتراک نمودند. در کار نشست زیاده از 50 نفر نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه جمهوری و محلی شرکت ورزیده وابسته به فعالیت 6 ماهه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا 69 سوال پیشنهاد نمودند. به همه سوال‌های مطرح گردیده از جانب رئیس ناحیه جواب‌های مشخص، اساسناک و قانع کننده ارائه شدند. ضمن نشست تاکید گردید که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا فعالیت خود را در دوره حساباتی در اساس قانون‌های جمهوری تاجیکستان، امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور و سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه راه اندازی نموده بهر رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، دستگیری صاحبکاری، صنعتی کنانی، تأسیس جایهای نوی کاری و آبادانی ناحیه تدبیرهای مؤثر را عملی کرده است. گفته شد که در حدود ناحیه 332 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی فعالیت داشته در 6 ماه سال جاری به مبلغ 1 میلیارد و 513.1 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 131.5% را تشکیل می‌دهد. همزمان در سال 2026 بنیاد 10 کارخانه نوی صنعتی با تأسیس 698 جای کاری ادامه داشته آنها با تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. طبق معلومات پیشنهاد شده در دوره حساباتی در ناحیه 8468 جای نوی کاری تأسیس داده شده بیش از 1500 نفر ساکنان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. گردش مال به 3 میلیارد و 4009.7 میلیون سومانی رسیده حجم کارهای ساختمانی از 1 میلیارد و 564 میلیون سومانی زیادتر گردیده است. مالیه نقشه قسم درآمد بودجت با نتیجه های نظررس اجرا گردیده و بودجت بیش از 1 میلیارد سومانی وارد شده است که 134.4% نقشه را تشکیل می دهد. همچنین نقشه درآمد بودجت محلی نیز بر زیاد اجرا گردیده است. در جریان نشست به کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر کرده شد. ذکر گردید که از 1232 چاره‌بینی پیش بینی شده تا امروز 1189 عدد یا 96% آنها اجرا گردیده است. در برابر این کارهای بتون و اسفالت پوشکنی راهها، تجدید نقطه‌های پرتوپرتویی، سبزکاری، نهالشینانی و بنیاد انشاءات اجتماعی با مرام ادامه دارند. در ساحه معارف قید گردید که در ناحیه 84 مؤسسه تحصیلات عمومی با فراگیری بیش از 123,000 خواننده فعالیت داشته خوانندگان ناحیه در المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی با دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. تنها در المپیادهای شهری 619 جای افتخاری به دست آورده شده است. در بخش تندرستی فعالیت 111 مؤسسه طبی تامین گردیده برای بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی از حساب بودجت محلی بیش از 70 میلیون سومانی روانه شده است. همچنین در نشست مسئله رشد جوانان و ورزش، دستگیری زنان و بانوان، فرهنگ، حفظ اجتماعی، بهداشت محیط زیست، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، فعالیت مقامات حفظ حقوق، پیشگیری جنایتکاری و بررسی مراجعت‌های شهروندان مورد تحلیل قرار گرفتند. در فرجام نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه سینا امید گورزاده تاکید نمود که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه من بعد نیز فعالیت خود را برای اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه
муҳтарам Рустами Эмомалӣ инчунин таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулияти баланд идома хоҳад дод.